سلام دوستان، به کانال آینده روشن خوش آمدید. امروز ما به شما چگونه تغییر دادن فعل چیتت یعنی خواندن را در جانشین ها و در مثال ها نشان خواهیم داد. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در درس امروز ما زمان گذشته، حاضره و آینده فعل چیتت را به شما پیشکش خواهیم کرد. زمانی حاضره فعل چیتت در جانشین ها و مثال ها. دوستان عزیز، چنانچه شما میدانید فعل چیتت مصدر فعل ما به معنای خواندن می باشد و در جانشین ها فعل ما تغییر خواهد یافت و اکنون ما تغییرات آن را به شما نشان خواهیم داد. فعل چیتت در جانشین ها: یا چیتایو، من میخوانم. تی چیتایش، تو میخوانی. آن چیتایت، آن پسر میخواند. انا چیتایت، آن دختر میخواند. انا چیتایت، آن میخواند. می چیتایم، ما میخوانیم. وی چیتایتی، شما میخوانید. انی چیتایوت، آنها میخوانند. یا چیتایو کنیگو، من میخوانم کتاب. تی چیتایش کنیگو، تو میخوانی کتاب. آن چیتایت کنیگو، آن پسر میخواند کتاب. انا چیتایت کنیگو، آن دختر میخواند کتاب. انا چیتایت کنیگو، آن میخواند کتاب. می چیتایم کنیگو، ما میخوانیم کتاب. وی چیتایتی کنیگو، شما میخوانید کتاب. انی چیتایوت کنیگو، آنها میخوانند کتاب. زمانی گذشته فعل چیتت در جانشین ها و مثال ها: یا چیتال، من خوانده ام. تی چیتال، تو خوانده ای. آن چیتال، آن پسر خوانده است. انا چیتالا، آن دختر خوانده است. انا چیتالا، آن خوانده است. می چیتالی، ما خوانده ایم. وی چیتالی، شما خوانده اید. انی چیتالی، آنها خوانده اند. یا چیتال پرایتا، من درباره آن خوانده ام. تی چیتال پرایتا، تو درباره آن خوانده ای. آن چیتال پرایتا، آن پسر درباره آن خوانده است. انا چیتالا پرایتا، آن دختر درباره آن خوانده است. انا چیتالا پرایتا، آن درباره آن خوانده است. می چیتالی پرایتا، ما درباره آن خوانده ایم. وی چیتالی پرایتا، شما درباره آن خوانده اید. انی چیتالی پرایتا، آنها درباره آن خوانده اند. زمانی آینده فعل چیتت در جانشین ها و مثال ها: یا بودو چیتت، من خواهم خواند. تی بودیش چیتت، تو خواهی خواند. آن بودید چیتت، آن پسر خواهد خواند. انا بودید چیتت، آن دختر خواهد خواند. انا بودید چیتت، آن خواهد خواند. می بودیم چیتت، ما خواهیم خواند. وی بودید چیتت، شما خواهید خواند. انی بودو چیتت، آنها خواهند خواند. یا بودو چیتت زفتره، من پگاه خواهم خواند. تی بودش چیتت زفتره، تو پگاه خواهی خواند. آن بود چیتت زفتره، آن پسر پگاه خواهد خواند. انا بود چیتت زفتره، آن دختر
پگاه خواهد خواند. انا بودی چیتت زفتره. آن پگاه خواهد خواند. می بودیم چیتت زفتره. ما پگاه خواهیم خواند. وی بودیتی چیتت زفتره. شما پگاه خواهید خواند. انی بودو چیتت زفتره. آنها پگاه خواهند خواند. فعل چیتت در رد کردنی با سبب. دوستانی عزیز، چنانچه در درس‌های گذشته گفتیم، رد کردنی با سبب این می باشد که ما از یگان انسان یگان درخواستی میکنیم یا یگان فرمانی میدهیم و آن انسان درخواست ما را رد میکند، یعنی انجام نمیدهد و برای انجام ندادنش سبب دارد یا دلیل دارد و این رد کردنی با سبب می باشد. به عنوان مثال در جانشین اول، یا چی طلبی؟ من می خواندم لیکن وقتی کلمه لیکن را آورد یعنی یک دلیل دارد، یعنی درخواست ما را رد کرده است، یعنی این انسان نخوانده است چیزی را که ما به او گفتیم ولی برای نخواندنش یک دلیل دارد. یا چی طلبی؟ من می خواندم لیکن تی چی طلبی؟ تو می خواندی لیکن آن چی طلبی؟ آن پسر می خواند لیکن انا چی طلبی؟ آن دختر می خواند لیکن انا چی طلبی؟ آن می خواند لیکن می چی طلبی؟ ما می خواندیم لیکن وی چی طلبی؟ شما می خواندید لیکن انی چی طلبی؟ آنها می خواندند لیکن. یا چی طلبی؟ نانی مگو. من می خواندم لیکن نمی توانم. دوستانی عزیز، چنانچه شما در مثال می بینید، انسان می خواست آن کار را انجام دهد ولی درخواست ما را رد کرد، ولی برای رد کردنش سبب دارد. گفت من می خواندم لیکن نمی توانم، یعنی باز یک مشکل دارد برای خواندنش که نتوانست خوانده. تی چی طلبی؟ نانی موجش. تو می خواندی لیکن نمی توانی. آن چی طلبی؟ نانی موجت. آن پسر می خواند لیکن نمی تواند. انا چی طلبی؟ نانی موجت. آن دختر می خواند لیکن نمی تواند. انا چی طلبی؟ نانی موجت. آن می خواند لیکن نمی تواند. می چی طلبی؟ نانی موجم. ما می خواندیم لیکن نمی توانیم. وی چی طلبی؟ نانی موجتی. شما می خواندید لیکن نمی توانید. انی چی طلبی؟ نانی موگوت. آنها می خواندند لیکن نمی توانند. فعل چیتت در امر کردن. دوستان عزیز، چنانچه در درس‌های گذشته گفتیم، امر کردن یعنی فرمان دادن، دستور دادن. از یگان انسان ما یگان چیز را درخواست میکنیم و به او فرمان میدهیم، دستور میدهیم. در جانشینی تو، تی چیتای؟ تو بخوان. در شما، وی چیتایتی؟ شما بخوانید. دوستان عزیز، چنانچه شما میدانید، تو در کسانی که ما آنها را میشناسیم یا از ما خرد هستند استفاده کرده می شود و شما در کسانی که ما آنها را نمیشناسیم یا از روی احترام با آنها صحبت میکنیم و از کلمه شما استفاده میبریم. تی چیتای؟ تو بخوان. وی چیتایتی؟ شما بخوانید. در مثال ها، تی چیتای مایو کنیگو؟ تو کتاب مرا بخوان. دوستانی عزیز، در امر کردن ما می توانیم از جانشین ها استفاده بریم و از جانشین تو که تو کتاب مرا بخوان یا اینکه اسم آن شخص را ببریم. اندری چیتای مایو کنیگو؟ اندری کتاب مرا بخوان. یا می توانیم از جانشین تو استفاده بریم یا اینکه از نام انسان و در جانشین شما، وی چیتایتی مایو کنیگو؟
شما کتاب مرا بخوانید. یا اینکه نام انسان یا اینکه کسانی که از ما بزرگ هستند، مثلا برات چیتایتی مایو کنیگو، برادر کتاب مرا بخوانید. دوستان عزیز، از تماشا کردن شما منت داریم. برای از درس‌های بعدی ما با خبر شدن با کانال ما آبونه شوید و زنگولچه را زیر کنید. تا دیدار.